با سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخوجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 30 نوامبر توجه کنید. در دوشنبه با هدف پایین بردن نرخ مواد غذایی یارمارکه‌های فروش محصولات نیاز اول را تشکیل کردند. ما کشور روسی میل مذهبی ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن و یا چرا مهاجران مسلمان از فتوای شورای علمای روسیه نگرانند؟ Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нет. مخلصان بلیط خریدند ولی به کنسرت راه نیافتند. مقامات بهداشتی در خوجند به برگزاری برنامه یادبودی و وزخوان زنده یاد کرامت‌الله قربان اجازه ندادند. چون مهایا اینجا میشه گفته جغمزش چی نشد؟ نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان همان رو به بالاست. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یارمارکه‌ها از جهش با سرعت قیمت‌ها جلوگیری کنند، ولی اقتصاددان‌ها میگویند با توجه به وضع پیش آمده مقامات باید پایبندی خود را از مال‌های وارداتی کمتر نمایند. سربیناز روح‌الله و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند. عبدالرحمن ساکن پایتخت را دریافت محصولات ارزانتر به یارمارکه مواد غذایی آورده است. به یارمارکه‌ای که عبدالرحمن برای خریدن کارتوشکا آمده است، 1 کیلوی این نوع محصولات با ارزش 3 سومانی و 20 درم پیشنهاد می شود. ای کارتچکا اگر این مثال 4 سومون اینجا 320 مثال 80 درمی هم اگر ای 3 کیلو 2 سومون و 40 درم فرق است. یک ماه به این سو ارزش محصولات نیاز اولیه در بازارهای کشور رو به افزایش است. صاحبکاران سبب بالوروی یکباره نرخ‌ها را بنابر پایین آمدن قرب پول ملی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی می‌دانند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتابپرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانی می‌فروختند، حالا قیمت آن تا 100 سومانی بالا رفته است. نرخ شکر و تخم و همین طور سبزیجات هم بالا رفت. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یارمارکه‌ها از بالاروی با سرعت نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند. از داخل بازار هم فقط داره که نسبت به بازار این ارزان‌تر است. هست مولی که 1 سوم فرق می‌کند، 1 سوم و 50 درم فرق می‌کند. هست مولی که 2 سوم فرق می‌کند. این یارمارکه‌ها را آژانسی ذخیره‌های دولتی و جمعیت تاجیک مطلوبات با هدف مداخله مالی بازار راه‌اندازی کردند. فاروق غفورов زنبورپرور از ولایت سوغد را به نمایشگاه تاجیک مطلوبات دعوت کردند. از حال آوردگی و نرخ بازار نرخ‌های ما ارزان‌تر. نرخ یارمارکه 60 سومانی ماندگی، نرخ بازار 80 سوم. هرچند مقامات میگویند با تشکیل یارمارکه‌های فروش محصولات نسبتاً ارزان نمیگذارند نرخ‌ها بالا روند، ولی تحلیلگران حدس میزنند که امکان دارد با ادامه وضع از جمله بسته شوی مرزها و جهش قرب دلار ذخیره‌ها هم به اخیر رسد. باید نرخ بازار تنظیم شود. حکومت باید تحت نظارت گیرد. خاطر برای همان محصولاتی که اساسی هستند، گوشت، روان، نان، قند، برنج و خود چیزایی که همین کرزینی استعمالی به داخل میشن، همین نظارت کردن رکاب. اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه‌های بین‌المللی مالی یکی از اقتصادهای آسیب‌پذیر در برابر تکان‌های بیرونی اقتصادی است. کارشناسان میگویند با توجه به وضع پیش آمده در بازارهای کشور، مقامات را ضرور است به استحصالات وطنی توجه کنند. شورای علمای اسلامی روسیه با یک فتوا نیکوی مسلمانان را با پیروان دین‌های دیگر ناممکن نامید. این فتوا سال گذشته صادر شده، تنها اخیراً در سامانه اداره مذکور نشر گشت. این نهاد میگوید چون این فتواها با هدف حفظ ارزش‌های عنعنوی و جا کردن مسئولیت خانوادگی در ذهن مسلمان‌ها گرفته شده. قرار اخیر بین مسلمانان و هم نماینده‌های دین‌های دیگر بحث‌های را به میان آورد. ادامه در گزارش نوبتی. محمد مهاجری تاجیک پس از چند سالی کار و زندگی در مسکو با یک دختر روس ازدواج کرد و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. این جوانی تاجیک خواهش کرد چهرهش نشان دادن نشود و صدایش هم تغییر یابد. او از آن نگران است که نزدیکان همسر روسش می توانند وی را نادرست فهمند. محمد میگوید ازدواج با پیروان دین‌های دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیه هم هست. بنابراین او بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسر محمد پس از ازدواج و به گفته شوهرش بدون یگان مجبورسازی دین اسلام را قبول کرده است.
حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبختی دارند. اگر میخواهی اسلام را قبول کنی این کار خودت است. گفتم اگر قبول کنی خوب است. اگر هم خودت اسلام را قبول نکردی کودکان حتما باید در دین اسلام باشند. همین طور ما با راضیگی همدیگر عائله دار شدیم و با آهستگی او خودش راضی شد که اسلام را قبول کند. من او را اصلا مجبور نکردم. خبرنگار آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختری از دین دیگر عائله برپا кунад؟ Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо, жениться. То есть она должна ислам принять? Да, конечно, принять надо. Если она не приняла ислам, можно жениться? Не знаю, вряд ли. Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, короче, христианок и иудеек, то есть на людей Писания. Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нету. Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру, но я считаю, можно. А тот христианка, который, если верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принимает, потому что Бог един это. Ну, если она будет согласна мусульманской принимать, ну, можно жениться. اکسانا پوشکین معاون رئیس آید به مسئله های عائله، زنان و کودکان در مصاحبه با رادیوی موسکوسکی ریچی از فتوای شورای علما انتقاد کرد و ای گفت چنین فتواها به متحدی و دوستی خلقها خلل وارد میکنند. روسلان قربانوف خادمی کلان علمی از پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علم‌های روسیه بحث و هنگامه ساختن در اطراف فتوای صادر شده را درست نمی‌شمارد، چون به گفته وی این فتوا توصیوی بوده، فکری فقط یک گروه عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم به گفته روسلان قربانوف این فتوا به قانون‌های روسیه که حقوق به آزادی دین را کفالت می‌دهد مخالفت نمی‌کند. در جامعه مسلمانان همه روزه مسائل زیادی حقوقی مطرح و بحث و بررسی می شود. این هم موضوعهای مانند به بیکار شدن نکاح، تقسیم میراث، مناسبت با کودکان است. این مسائل داخلی شخصی و عائلوی و داخلی مذهبی است. من نمیفهمم که چرا در رابطه با این موضوعی که برای حل مسائل داخلی مذهبی مطرح شده است چنین سر و صداها برداشته شد. ویسم علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم نگاه داشتن عائله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری عائله ها میرساند. زیرا ما می‌بینیم که انجام چنین نکاح‌ها متاسفانه غم‌انگیز است. در نهایت کودکان از پدر یا مادر زنده جدا می‌شوند. این فاجعه آمیز است. بسیاری‌ها از این شکایت می‌کنند و اشک می‌ریزند. البته این فتوا به هیچ وجه با آنهایی که الکی ازدواج کردند ربط ندارد. ما نمی‌گوییم که آنها باید جدا شوند. برعکس این فتوا به خاطر حفظ عائله‌ها روانه شده است. کارشناسان میگویند اسلام یگانه دین است که به ازدواج با مردمان دین و مذهب‌های دیگر اجازه می‌دهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دینی دیگر نکاح نمی‌کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بنابراین اکثر جفت‌ها با راه قانونی عقد نکاح بسته با قانون‌های دنیوی زندگی می‌کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. هزارها نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر از خواندن کتاب‌های خط برایلی در کشور انتشار گشته محروم شدند. مطبع به جای دستگاه‌های کارنشایی هم تجهیزات نوی چوبی خریداری کرده است، ولی نمی‌توانند از آن در بینای صدموی فرسوده استفاده کنند. چرا؟ برای یوسفی گزارش می‌دهد. матбааи ҷамъияти нобиноёни тоҷикистон тӯли 3 соли ахир наметавонад китобҳо бо хати брайлиро нашр кунад. аз тариқи кӯмакҳои созмонҳои байналмилалӣ ду дастгоҳи муосири нашри китобҳо бо хати брайлиро дарёфт карданд, аммо бо иллати корношоям будани утоқҳои матбаа ҷой барои насби он дастгоҳҳоро надоранд. ҳоло худи чопхона шароити нигоҳдории ин таҷҳизотҳоро надорад, чунки утоқҳо ҳамагӣ таъмири хуб надоранд ва умуман ба замин хотир дар ин ҷо нигоҳ медорем ин таҷҳизотҳоро. бо кӯмаки афроди хайрхоҳ таъмири як утоқи матбаа барои дастгоҳҳои навро шурӯъ карданд. бо иллати адами китобҳои дарсӣ бо хати брайлӣ донишҷӯ ва толибилмони макотиби миёна маҷбуранд нафари солимеро хоҳиш кунанд ки барояшон китоб хонад ва сабт кунад. барои он ки мо барои тамоми
جمهوری را تامین کردن ما نه کمتر باید هر یک کتاب باید نه کمتر از 1000 نسخه چاپ کنیم که عین حال ما این امکانیت نداریم. زمانی شوروی جمعیت نابینایان از امکانات و امتیازهای فراوان برخوردار بود و جای کار تامین بودند و برای نشر کتاب‌ها با خط برایلی سرمایه کافی از درآمد کارخانه‌های جمعیت پیدا می‌کردند. اون کارهایی که خود شخصان معیوب میتوانستند کرده، خود دوره شوروی اجازه برای دیگر نفرها کار کردن همین چیزها رو نمیدادند. فقط مثلا بافتن بند بافی، بافتن سیمتور که در آخرای دوره شوروی بعد که به او گفتن یک تشکیلات ها بودن و یا گرفتند هم سیمتور هم استحصال کردند. حالا آن کارخانه ها تقریبا فعال نیستند و جمعیت خودکفایانه است تا برای چاپ کتاب ها با خط برایلی سرمایه گذاری کند. برای تعمیر بینای خرابگشته مطبعه به دست کمک افراد سخاوتمند نیاز دارند تا به زودی نشر کتاب ها با خط برایلی را به راه اندازند و نابینایان از علم و دانش بی بهره نمانند. طبق آمارها فعلا در تاجیکستان 15,000 نفر افراد نابینا زندگی دارد که تنها 10,000 نفر آنها در جمعیت نابینایان به صفت اعضا ثبت نام شده‌اند. روز 29 ноябр овозхони зиндаёд Кароматуллои Қурбон рӯзи таваллуд дошт. Қарор буд бахшида ба ёдбуди ин хонандаи маъруф дар вилояти Суғд ду барномаи ҳунарӣ дар Кӯхи Рӯдакии шаҳри Хуҷанд ва муассисаи Кӯхи фарҳангии Суғдиён баргузор шавад. Вале қабл аз оғози ин чорабиниҳо масъулони беҳдоштӣ иҷоза надоданд ки мухлисон барномаи консертиро тамошо кунанд. ин ҳам дар ҳолест ки билетҳо аз пеш фурӯхта шуда буданд. Фарзон Муҳаммадӣ бо ташкилкунандагони консерт дар Кӯхи Рӯдакии шаҳри Хуҷанд صحبت شد. نشاخی گلی تا زبون شم چراغه تا شال جهس آینه سنگی مزارم سنگی مزارم های سنگی مزارم. صبحدین رجبزاد آوازخوان انسامبل صدای صبح و پیره مکتب هنری کرامت‌الله قربان برنامه را با نام صدای آشنا آماده کرده و میبایست در روز مولود کرامت‌الله قربان در نزد هواداران سرودهای او را بازسرایی کند. ولی چند پیش از شروع برنامه کنسرتی مسئولان مقامات‌های بهداشتی به خاطر پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 نگذاشتند این برنامه دایر شود و به درآمدگاه کاخ رودکی قرار استادی مقابله با این بیماری را چسبانیدند. راستی از این ما را آگاه نکردند و ما دیر آگاه شدیم و با قرار بود که ما برنامه کنسرتی خود را به تأخیر گذاشتیم. تقریبا یک ماه است که در صحن این کاخ تابلوی تبلیغاتی برگزاری چهاربینی هنری با رعایت قاعده‌های بهداشتی نصب گردیده و روز 29 نوامبر برای شرکت در این برنامه کنسرتی یادبود از کرامت‌الله قربان مخلصان او جمع آمده بودند. اکثر آنها چیپته‌های واردشوی به کنسرت را خریداری کرده و با تقدیم دسته‌گل‌ها می‌خواستند پیروان این مکتب هنری را شاد نمایند. آدمی مثل پنسیونر اینوالید کسی ویروس مثل چون مهیا اینجا میشه گفته جرمزش چی نشد. من این آقای دیتون شما پیشتر بلیت خریدید؟ لام موندگی. صبحدین رجبزاد آوازخوان جوان و شناخته تاجیک حدود 10 ترانه کرامت‌الله قربان را که چندی از آن را دیگر پیروان و شاگردان او نخوانده بودند برای بازخوانی با جمع نوازندگان تمرین کرده است. و از آنکه نتوانست در این روز پیشنهاد هواداران هنر این سراینده شناخته استراد تاجیک گرداند احساس خجالت می‌کند. ва нирӯҳои Афғонистон ҳамза вазиристони як узви баландпояи ҷунбиши Толибонро дар Кобул нобуд карда гуфтанд ин шахс дар пушти ҳамлаи маргталабонаи 29 ноябр меистод. дар ин ҳамла дар вилояти Ғазни 10 нафар кушта шуданд. мақомоти тандурустии Ғазни гуфтанд дар ҳамла 30 нафар ҷон бохтааст, дар ҳоле ки вазорати дифоъ зоҳиран барои камтар нишон додани омори талафот шумори қурбониҳоро 10 нафар номбар кард. بینندگان عزیز وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.